مجلس نمایندگان آمریکا که تحت نظارت حزب جمهوری‌خواه است به طرفداری محدود کردن صلاحیت‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ در جنگ با ضد ایران رأی داد. وکیلان آمریکایی قطعنامه را تصویب کردند که از ترامپ می‌خواهد نیروهای آمریکا را از جنگ بیرون کشد مگر اینکه کنگره رسما اعلان جنگ کند و یا اجازه استفاده از نیروی نظامی را بدهد. سند با 215 رأی موافق و 208 رأی مخالف قبول شد و 4 جمهوری‌خواه از حزب خود ترامپ نیز به دموکرات‌ها همراه شده به طرفداری آن رأی دادند. تصویب قطعنامه بیشتر یک اقدام رمزی است زیرا حکم اجرا ندارد و آن را سنا پلات بالای کنگره نیز باید تصویب کند. قطعنامه یک تلاش کم نظیر هر دو حزب اساسی آمریکا برای محدود کردن وکالت‌های رئیس جمهور در حالی است که جنگ با ایران وارد ماه چهارم شد. در سنات نیز یک طرح شبیه ماه گذشته آماده شد ولی معلوم نیست که رأیگیری درباره آن کی صورت می‌گیرد. وکیلان حزب دموکرات از ترامپ طلب دارند که برای استفاده از نیروی نظامی در نزاع با ایران از کنگره اجازه بگیرد. آنها به این باورند که این جنگ که در آخر ماه فوریه با ضربه‌های مشترک آمریکا و اسرائیل آغاز شد، استراتژی روشنی ندارد و خرج مردم را در داخل کشور بسیار بالا میبرد. به گفته وکیلان دموکرات، جنگ برعکس تلاش‌های دیپلماتی برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران را به عقب انداخت و مشکل تر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 ایون گفت ممکن است در مذاکرات با ایران به زودی پیشرفت حاصل شود. مذاکرات بسیار خوب پیش می رود. واقعا خوب. یعنی ممکن است پیشرفت حاصل شود یا نشود. کی می داند؟ ممکن است تا روزهای استراحت شود. رهبران حزب جمهوری خواه میگویند که عملیات نظامی به ضد ایران جنگ نیست و به اجازه کنگره احتیاج ندارد و محدود کردن صلاحیت‌های جنگی ترامپ به نفع رهبران ایران است. پیشتر از این رأیگیری، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایران در حضور گروه از وکیلان آمریکایی از عملکردهای حکومت در جنگ با ایران حمایت کرد و گفت عملیات نظامی به ضد جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. حکومت ترامپ میگوید که این جنگ برای امنیت ملی آمریکا ضرور است چون هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی است.